یه موضوع دیگه هم که من فکر کنم خیلی مهمه به جز موضوع اینتگریتی، که حالا این موضوع اینتگریتی as you live your life، همونطور که زندگی خودتون زندگی میکنید، این موضوع اینتگریتی هی پیش میاد و باید مدام هی ریستور کنید. یعنی لیدرهای بزرگ لیدرهایی نیستن که همیشه حرفشون رو نگه میدارن، کسایی هستن که به حرف خودشون احترام میذارن و مدام در حال ریستور کردن هستن. یکی از موضوعاتی که کاملا بهش اشاره بشه و کاملا out of integrity هستش غیبت یا گاسیپ. کلمه غیبت به معنی اینه که شما به انگلیسی ما میگیم که gossip equals diminishing somebody's listening while that person is not present. تصویر ذهنی یک نفر رو، یک شخص رو جلوی یه افرادی یا جلوی کسی از بین ببرید. اینکه تصویر ذهنی یعنی که اون تصویر ذهنی که چطور اون آدم رو به این آدم گوش میکردن، تصویر ذهنی که از این آدم داشتن رو شما بشکنید و خرابش بکنید وقتی اون شخص خودش حضور نداره. به این میگن غیبت. خب و شما موقعی که این کار انجام میدید it's lack of integrity، از دو طرف مساوی lack of integrity هست. به خاطر همین کسی که غیبت میکنن مدام زندگیشون در حال از هم پاشیدن هست و هیچ آرامش ذهنی، آرامش فکری، آرامش احساسی ندارن. از دو لحاظ مختلف شما out of integrity هست موقعی که غیبت میکنه. اول you're not honoring your word، به حرفت احترام نذاشتی. شما اگه به حرف خودت احترام بذاری هیچ وقت منفی صحبت نمی‌کنی در مورد کسی. یکی از مسائل احترام گذاشتن به حرف خودت اینه که هیچ وقت حرف منفی نمیزنی. حرفی نمیزنی که بخواد در مورد شخصی جوری صحبت بکنی که به اون شخص بی احترامی بشه و تصویر اون شخص تصویر اون شخص تو ذهن دیگران خراب بشه. کسایی که منفی صحبت میکنن و سعی میکنن تصویر کسی رو تو ذهن دیگران خراب بکنن، کسایی هستن که به حرف خودشون احترام نمیذارن. و دومین قسمتی هم که هستش اینه که شما وقتی با یک کسی در رابطه هستی، حالا رابطه دوستی، رابطه فامیلی، رابطه عاشقی، چه میدونم رابطه کاری هستش، شما خود به خود این اگریمنت یا این توافق رو داری که هیچ وقت در موردش حرف منفی نزنی. حداقل وقتی خودش نیست در موردش حرف منفی نزنی. این توافق گفتگو نشده هست ولی وجود داره، توی هر ارتباطی وجود داره. و شما موقعی که این شخص حضور نداره و می تصویرش رو در ذهن دیگران خراب میکنی، در حقیقت به حرف خودت، به کلام خودت بی احترامی کردی. این یه طرف. قسمت دوم اینتگریتی میگه که you're living in an empowering context، یعنی شما توی یک فضای ذهنی پرقدرت و مثبت زندگی میکنی و صحبت کردن منفی، صحبت کردن و خراب کردن تصویر شخصی در حالی که خودش حضور نداره توی ذهن دیگران خودش میشه فضای ذهنی منفی شما و این فضای ذهنی منفی شما خودش out of integrity هست. یعنی شما از هر دو جهت قانون اینتگریتی کاملا از اینتگریتی خارج شدی و موقعی که از اینتگریتی خارج بشی همه چیز از هم میپاشه. شخصی که غیبت میکنه در حقیقت داره به ظاهر به نظر میرسه که داره تصویر یک کس دیگه ای رو که خود اون شخص حضور نداره داره تو ذهن دیگران خراب میکنه، ولی در حقیقت کاری که اون شخص داره انجام میده زندگی خودش رو داره از هم میپاشه. شما موقعی که غیبت میکنیم you're out of integrity و قانون اینتگریتی میگه زمانی که شما out of integrity هستی همه چیز زندگیتون از هم میپاشه. آدم‌ها میپرسن که خب مثلا من اگر دست کسی عصبانی هستم، ناراحت هستم، میخوام مثلا مشکلم حل بشه، میرم پیش کسی صحبت میکنم. وقتی شما غیبت میکنی تصویر کسی رو تو ذهن دیگران خراب میکنی، you're out of integrity و با غیبت کردن چیز رو درست نمیکنی به جز اینکه تصویر اون شخص تو ذهن دیگران خراب میشه و تو زندگی خودت همه چی از هم میپاشه. پس بهترین راه چیه؟ بهترین راه اینه که گفتگو کنی. یعنی شما وقتی کانسرنی یا مشکلی یا ناراحتی با شخصی داری باید مستقیم با خودت صحبت بکنی. That's integrity. که وقتی گوشی رو برمی‌داری به زنگ میزنی میگی میتونم ببینم، میتونم پای تلفن باهاش صحبت کنم، بهش میگی آقا مثلا من با این قضیه مشکل دارم و میخواستم که اینو با شما گفتگو بکنم ببینم چجوری ما میتونیم اون قضیه رو حل کنیم و میدونم که چیزی فکری که من الان دارم، ذهنیتی که من دارم ممکنه درست نباشه ولی دوست دارم که با شما گفتگو بکنم و اینو از خود شما بشنوم که برای من این قضیه حل بشه. و موقعی که این اتفاق میفته خب اون شخص میدونه شفافیت وجود داره توی اون رابطه.
شما حرفتون رو، اون احساسی که داشتی، اون تفکری که داشتی رو گفتگو کردی و نذاشتی توی ذهنت بمونه، یه فضای منفی ایجاد بکنه. باز اینتگریتی وجود داره و سولوشن دنبال سولوشن میگرده و گاهی وقتا میتونید از شخص سوم استفاده کنید که بتونه کمکتون بکنه مشکل بین شما دو نفر حل بشه. این خیلی راه حل بهتریه تا اینکه برید و تصویر ذهنی، تصویر اون شخص رو تو ذهن دیگران خراب بکنید. گاسیپ خیلی حرکت زشتی هستش. تنها جایی که گاسیپ رو میتونن اشتباه بکنن با کوچینگ، همیشه من اینو یاد گرفتم توی برنامه‌های کوچینگم، موقعی که شما یک کوچ داری که با کسی مشکل داره و هر چقدر سعی می‌کنی مشکلت رو حل بکنی، مشکلت حل نمیشه. میری از یه متخصص که میدونه، مثلا از یه میدییتر یا یه کوچ، میری از اون کمک بگیری. وقتی تنها یعنی شما میرید که به کمک بگیری، راهنمایی بگیرید و اون شخص با شنیدن مشکل شما با این فرد، تصویر ذهنی اون فرد توی ذهن این آدم خراب نمیشه. چرا؟ چون این شخص متخصصه، کسی هستش که تخصص داره و میتونه مشکل رو حل بکنه و از دیدگاه یه متخصص، یه دکتر، یه پزشک، یه میدییتر یا یه کوچ داره به قضیه نگاه میکنه و نمیذاره مشکل شما با این شخص تصویر اون شخص توی ذهنش رو خراب بکنه و فقط به شما و به حرفی که به مشکلی که شما دارید گوش میده که بتونه به شما راهنمایی بده چجوری مشکلت رو با اون شخص حل بکنی، یا حالا به اون شخص راهنمایی بده که اون کمک کنه مشکل از سر راه شما برداشته بشه. این کوچینگ هست. این تنها قسمتی هست که شما اجازه دارید در مورد مشکلی یا کانسرن یا چیز خاصی با یک متخصص یا با یک میدییتر صحبت کنید، در حالی که شخص سوم خودش حضور نداره. این تنها راه هست. ما توی بیزنس رو خیلی استفاده می‌کنیم. اولا باید یک متخصص انتخاب کنید، بعد اون متخصص باید واقعا شخصی باشه که موظف باشه زمانی که داره به شما گوش میده در مورد شخص سوم که حضور نداره، نذاره که تصویر اون شخص توی ذهنش خراب بشه موقعی که شما دارید مشکلتون رو به اون میگید. به خاطر همین انتخاب کوچ خیلی مهمه و خیلی این لاین خیلی باریکی هست توی کوچینگ و توی گاسیپ. یعنی شما زمانی که پیش یک کوچ یا متخصص یا میدییتر میرید که مشکل رو مطرح بکنید و مشکل رو مطرح میکنید، سعی نمیکنید تصویر اون شخص رو خراب بکنید. مشکل رو مطرح میکنید و بعد اون به شما کوچینگ میده یا حالا میاد و با اون شخص دیگه کوچینگ میده که بتونه اون مشکل حل بشه، از سر راه برداشته بشه، تا اینکه شما برید پیش یه سری آدم و تصویر ذهنی یکی رو خراب بکنید به بهانه کوچینگ. خیلی لاین باریکی هستش که به راحتی میتونه شکسته بشه و بعد توی نتورک مارکتینگ این داستان خیلی پیش میاد که گاهی وقتا ما با همکارمون، با بیزنس پارتنرمون مشکل داریم، با کسی که داریم باش کار میکنیم مشکل داریم و باید بریم و سعی میکنیم مشکل خودمون حل بکنیم ولی حل نمیشه و مجبوریم بریم کوچینگ بگیریم. وقتی من میرم کوچینگ بگیرم، خیلی اولا که من که مشکل دارم و میخوام کوچینگ بگیرم باید خیلی حواسم باشه که تصویر اون شخص رو جلوی اون شخصی که قراره به من کوچینگ بده، تصویرش رو تو ذهن اون آدم خراب نکنم. خب یعنی به جای اینکه در مورد اون شخص صحبت بکنم، در مورد مشکل صحبت بکنم. آقا مشکل اینه، وقتی من این کارو میکنم ایشون این کارو میکنه و من خیلی بهشون احترام دارم، خیلی دوستشون دارم، اما وقتی این اتفاق میفته من همچین حسی دارم و یه همچین فکری دارم و یه همچین اعتقادی دارم، نمیدونم چجوری باید با این قضیه کنار بیام. اگر با من اینجوری کار بکنه اینجوری، یعنی من تصویر اون شخص رو خراب نمی‌کنم، من مشکل صحبت میکنم و بعد شخصی که دارم باهاش صحبت میکنم مثلا حالش کوچینگ بگیرم باید بدونه و مسئول باشه که هر چقدر هم من عصبانی باشم، ناراحت باشم از اون شخصی که خودش حضور نداره، نباید اجازه بده تصویر شخص سوم که خودش حضور نداره توی ذهنش خراب بشه. اگر تصویر شخص سوم خراب بشه تو ذهن این آدم و این آدم عصبانی بشه و بگه آره راست میگی، این آدم بدیه فلانه بلانه، در حالی که شخص سوم خودش حضور نداره، دیگه این داستان کوچینگ نیست. حالا این داستان تبدیل شده به خال زنک بازی و غیبت و وقتی غیبت به وجود میاد و گاسیپ به وجود میاد، integrity is out و همه چی شروع میکنه از هم پاشیده شدن. So that's why gossip is diminishing someone's image in front of someone's listening, someone's image while he or she is not present.
و به خاطر همین غیبت خیلی چیز بدیه، چیز اشتباهیه و بیشتر از اینکه به اون شخص ضربه بزنه، شخص غیبت کننده زندگیش از هم میپاشه وقتی که غیبت میکنه یا اون گروهی که دارن گوش میدن. بچه‌ها غیبت این نیست که فقط ببین، غیبت کننده نیست تنها کسی که تحت تاثیر lack of integrity قرار میگیره، کسی هم که داره گوش میده به غیبت اون هم همینطور تحت تاثیر قانون اینتگریتی قرار میگیره. یعنی بهش میگه participation in gossip. You're either doing gossip or you're participating in the gossip. یا غیبت میکنی یا توی غیبت نقش داری، یعنی هستی، participate کردی توی غیبت. و بعضی میگن مثلا من غیبت نمیکنم، همیشه فقط نشستم گوش میدم. همه غیبت میکنن، صحبت میکنن، من فقط گوش میدم. گوش دادن هم اجازه دادن به این هستش که شما اجازه میدی با گوش دادن در حقیقت داری اطلاعات جمع میکنی و اجازه میدی تصویر اون شخصی که حضور نداره و همه دارن سعی میکنن، اون غیبت کننده داره سعی میکنه تصویر رو خراب بکنه تو ذهن گوش کننده ها. شما با گوش دادن به این قضیه در حقیقت داره اجازه میدی که اون تصویر خراب بشه و به قول معروف گناه غیبت کننده و غیبت شنونده دوتاشون دقیقاً یکی هن. یعنی دوتاشون دقیقاً گناهشون یکیه و قانون اینتگریتی، حالا مثلا سمت قسمت گناه و ثواب و دینیش نمیخوام صحبت بکنیم، ولی اینتگریتی علم آنتولوژی هست، میگه زمانی که اینتگریتی از زندگیتون خارج بشه همه چیز از هم میپاشه توی زندگیتون. زمانی که شما غیبت میکنی یا غیبت گوش میدی، در هر دور حال این داستانی که همه چیز توی کارت توی زندگی از هم میپاشه، توی زندگی شما همین اتفاق میفته. پس همیشه یادتون باشه زمانی که خیلی خوشتون میاد از غیبت کردن غیبت میکنید، زمانی که خوشتون میاد غیبت گوش میدید، بدونید که بعد از اون غیبت همه چیز توی زندگیتون شروع میکنه به از هم پاشیدن تا اینکه برید ریستور بکنید. زنگ بزنید به اون شخصی که ازش در موردش غیبت کردید یا غیبت شنیدید و بهشون بگید که غیبت کردید، در موردشون معذرت خواهی بکنید، استراکچر بذارید، مسئولیت کارتون، حرفتون رو به عهده بگیرید که این باعث نشه همه چیز زندگیتون از هم بپاشه.